30 آذر، وقتی که بزرگترین شب سال رقم میخوره. این شب کلن 1 دقیقه از شبهای قبل و بعدش بزرگتره و همین 1 دقیقه باعث شده که بلندترین شب سال باشه. ایران باستان همیشه جشنای زیبایی داشتن، مثل نوروز و شب یلدا. اسم دیگه ای که مردم برای شب یلدا میگن شب چله هست. برنامه امروز هم مال شب یلداست. قبلش بگم که یلدای همگیتون مبارک باشه. توی این شب ایرانی‌ها دور هم جمع می شدند و به شادی می پرداختند. حالا این شب کی به تقویم رسمی ایران اضافه شده؟ اگه بخوای تاریخ اضافه شدن یلدا رو گفت، میشه سال 502 قبل میلاد مسیح توی زمان داریوش اول هخامنشی. یه سوال اینجا پیش میاد. اون زمان از کجا فهمیدن که این شب بلندترین شب ساله؟ در واقع به وسیله کشاورزا. در زمان هخامنشی مردم ایران بیشتر کشاورز بودن و به خاطر همین مسئله اونا متوجه شده بودن که بعد کدوم شب آروم آروم روزها بلندتر میشه و این خبر هم به مراتب به بالا رسیده بوده و فراگیر شده بوده. کلمه یلدا توی اون زمان به معنی تولد و زایش بوده. یه نکته جالب در مورد مردم اون زمان ایران بگم که اون زمان ایرانیا تاریکی رو سمبل شیطان میدونستن و در اون شب به خاطر همین آتیش روشن میکردن تا تاریکی از انسان دور بمونه. اونا شب یلدا کنار هم جمع میشدن و تا صبح دور هم خوشگذرونی میکردن و با هم به گفتگو میپرداختن. این شب توی شاهنامه هم بهش اشاره شده و گفته شده که این شب باید گرامی داشته بشه. یکی از کارهای جالبی که مردم توی شب یلدا از قدیم الایام میکردند این بود که میوه هایی رو مثل انار تعظیم میکردن و کنار هم میذاشتن. حالا چرا نماد شب یلدا اناره؟ به دلیل اینکه وقتی زمستون فرا میرسه معمولا انسان‌ها دچار بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی میشدن و چون توی این شب مردم آماده استقبال از زمستون هستن از انار استفاده میکنن، چون اونا باور داشتن که انار باعث قوی شدن سیستم ایمنی بدن میشه. یه دلیل دیگه هم داره که اونم اینه که چون انار رنگ قرمزه و قرمز هم رنگ شادیه، ازش تو اون شب استفاده میکردن. یکی از بخش‌های جالب داستان فال حافظ گرفتنه که این شب رو شیرین تر میکنه. توی این شب یعنی 30 آذر زمین جوری قرار میگیره که در نیمکره جنوبی بلندترین روز سال باشه و در نیمکره شمالی بلندترین شب سال باشه که ایران هم توی نیمکره شمالیه. در واقع توی 30 آذر و گاهی وقتا هم توی 1 دی خورشید کوتاه‌ترین کمانش رو توی آسمون طی میکنه و رکورد کوتاه‌ترین روز سال رو به دست میاره. یلداتون مبارک.